فکرشو بکنید، یه تکنولوژی قدیمی و نوستالژیک الهام بخش یکی از هوشمندانه ترین روش‌ها برای تست کدهای امروزی بشه. امروز می‌خوایم دقیقاً در مورد همین صحبت کنیم. یه راه حل عالی برای تست کردن کدهایی که باید به اینترنت وصل بشن. خب، بریم سراغ اصل داستان. یادتونه قدیما یه جنگی بود بین 2 تا فرمت ویدیویی، بتامکس و VHS؟ آخرش هم که میدونیم VHS برنده شد. اما نکته جالبش اینجاست. میراث همون جنگ قدیمی یه ایده فوق‌العاده قوی رو تو دنیای برنامه‌نویسی امروز شکل داد. باور می‌کنین همین جنگ و فرمت‌ها الهام بخش یه سری ابزار مدرن برای برنامه‌نویس‌ها شد. ابزارهایی با اسمای خیلی آشنا، مثلا بتامکس یا VCR.py. همشون هم روی یه ایده خیلی ساده ولی قدرتمند کار میکنن. ضبط کن و بعداً دوباره پخشش کن. این ایده VCR برای کد اونقدر گرفت که تو زبانهای برنامه‌نویسی مختلف سر و کلش پیدا شد. مثلا VCR تو دنیای روبی یا VCR پای و بتامکس تو پایتون. در واقع همشون دارن یه مشکل خیلی مشخص رو با همین استعاره مشترک حل میکنن. خیلی خوب، حالا بیایید از این استعاره‌های قدیمی فاصله بگیریم و برسیم به یه مشکل خیلی مدرن. مشکلی که راستش برای خیلی از برنامه‌نویس‌های کابوس واقعیه. تست کردن کدی که به سرویس‌های وب خارجی وابسته است. آخه چرا اینقدر درد سر داره؟ ببینید، وقتی تستاتون به اینترنت زنده وصل میشن، یه عالمه مشکل پیش میاد. اول اینکه کند میشن. خب، باید منتظر جواب شبکه بمونن دیگه. دوم اینکه غیر قابل اعتمادن. یهو میبینی اون سرویس خارجی داون شده و تست شما بی‌دلیل فیل میشه. شکننده هم هستن. یعنی با کوچکترین تغییری تو اون سرویس تستای شما از کار میافتن. تازه این وسط دردسر مدیریت کردن کلیدهای API و اطلاعات حساس رو هم داریم. خب پس راه حل چیه؟ دقیقاً همون چیزی که از اول داشتیم در موردش حرف می‌زدیم. یه VCR برای کد شما، یه روشی که میاد و همه این مشکلات رو با هم حل میکنه. به این تکنیک میگن تست ضبط و پخش مجدد یا رکورد ریپلی تستینگ. کارکردش هم فوق‌العاده ساده است. فکر کنین بار اولی که تست رو اجرا می‌کنین، انگار دکمه رکورد روی VCR رو زدین. تمام درخواست‌های HTTP و جواباشون توی یه فایل ضبط میشن. ما به این فایل میگیم کاست. از دفعات بعد دیگه نیازی به اینترنت نیست. انگار دکمه پلی رو میزنید و همه چیز از روی همون کاست پخش میشه. پس اگه بخوایم مراحلش رو بگیم اینجوریه. 1. تست شما یه درخواست واقعی به اینترنت میفرسته فقط برای بار اول. 2. یه ابزاری مثل VCR.py میاد وسط و این مکالمه رو، یعنی هم درخواست و هم جواب رو ضبط میکنه. و 3. که جادوی اصلی همینه، دفعات بعدی که تست رو اجرا میکنید دیگه خبری از شبکه نیست. همه چیز مستقیما از روی اون کاسته ضبط شده پخش میشه. و نتیجه این کار چیه؟ خب، این نمودار 3 تا مزیت اصلی رو به ما نشون میده. اول از همه سرعت. تستاتون به شکل چشمگیری سریع‌تر میشن. دوم، قابلیت اطمینان. چون دیگه به شبکه و اینترنت وابسته نیستین، نتایج تستاتون همیشه یکسان و قطعیه. دیگه خبری از فیل شدنای الکی نیست. و سوم، راحتی کار. شما میتونین حتی وقتی آفلاین هستین، تو هواپیما یا قطار، تستاتون رو اجرا کنین. خب، تئوری کافیه. بیاین بریم ببینیم تو عمل چطوری میشه اولین کاست خودمون رو ضبط کنیم. آماده این؟ شاید باورتون نشه چقدر ساده است. تمام کاری که باید بکنید اینه که فقط و فقط یه دکوراتور ساده بالای تابع تستتون اضافه کنید. add pytest.mark.vcr. همین. به همین سادگی لازم نیست حتی یه خط از کد تستتون رو عوض کنید. خب اولین باری که تست رو با این دکوراتور اجرا می‌کنید، VCR.py یه فایل YAML درست می‌کنه. این فایل همون کاست ماست. اگه بازش کنید می‌بینید که همه چیز توش ثبت شده. هم جزئیات کامل درخواستی که فرستادین مثل متد و آدرس و هم جزئیات کامل جوابی که گرفتین مثل استاتوس کد و محتوای پاسخ. حالا بیایید نتیجه شگفت‌انگیزش رو ببینیم. یه تست نمونه رو در نظر بگیرید. بار اول که ضبط میشه نیم ثانیه طول میکشه، اما بار دوم که از روی کاست پخش میشه فقط 0.03 ثانیه. این یعنی 16 برابر سریعتر. فقط یه لحظه فکرشو بکنین که این افزایش سرعت توی یه پروژه بزرگ با صدها تست چقدر میتونه زمان براتون بخره. خیلی هم عالی. خب
حالا که با اصول اولیش آشنا شدیم، وقتشه بریم سراغ چند تا نکته حرفه‌ای‌تر. سوالایی که وقتی میخواید از این روش توی پروژه واقعی استفاده کنید، حتما براتون پیش میاد. اولین و شاید مهمترین سوال. خب، حالا تکلیف این فایل‌های کاستی که ساخته میشن چیه؟ باید توی ریپازیتوری کامیتشون کنیم یا نه؟ جواب قاطع و صریح: بله، حتما باید کامیت بشن. به این کاست ها باید مثل بخشی از خود تست نگاه کرد. اینها در واقع فیکسچرهای تست شما هستن، یعنی داده هایی که برای اجرای تست لازمن. اگه کامیتشون نکنین، همکارتون یا سیستم CI/CD که کد رو میگیره نمیتونه تست ها رو درست اجرا کنه و باز هم به همون سرویس زنده وابسته میشه. ولی خب اینجا یه مسئله امنیتی خیلی مهم پیش میاد. اگه قرار اینا رو کامیت کنیم، پس تکلیف اطلاعات حساس چی میشه؟ چیزایی مثل کلیدای API یا توکن ها. ما که قطعاً نمیخوایم اینا توی ریپازیتوری ذخیره بشن. خوشبختانه VCR.py برای این هم یه راه حل خیلی خوب داره. فیلتر کردن داده‌های حساس. شما میتونین بهش بگین که آقا، قبل از اینکه کاست رو ذخیره کنی، بیا مثلا هدر اتورایزیشن رو کلاً پاک کن یا مقدار پارامتر API کی رو با یه چیزی مثل ریدکتد جایگزین کن. اینجوری با خیال راحت کاست رو کامیت میکنین بدون اینکه هیچ اطلاعات حساسی لو بره. خب، تا الان در مورد ضبط و پخش ساده درخواست‌ها صحبت کردیم. اما حالا بیاید یکم دیدمون رو وسیع‌تر کنیم و ببینیم آینده این تکنولوژی‌ها به کدوم سمت میره. ببینید، پخش کردن یه جواب ثابت برای خیلی از سناریوها عالیه. اما چی میشه اگه ما به جوابهای هوشمندتر و پویاتری نیاز داشته باشیم؟ یعنی چی میشه اگه بخوایم سرویس شبیه سازی شده ما بتونه بر اساس ورودی‌های مختلف جوابهای متفاوتی بده؟ این دقیقاً جاییه که هوش مصنوعی وارد بازی میشه. این دیاگرامی که میبینید یه کار تحقیقاتی جالبه. اینجا هوش مصنوعی میاد ترافیک واقعی شبکه رو نگاه میکنه و سعی میکنه رفتار اون سرویس رو یاد بگیره. یعنی فقط جوابا رو حفظ نمیکنه، بلکه سعی میکنه منطق پشت اونها رو بفهمه. خروجی کار یه سرویس شبیه سازی شده هوشمنده که میتونه به درخواست‌های مختلف جوابهای پویا و منطقی بده. و این ما رو میرسونه به یه سوال خیلی جالب برای پایان. ما الان یاد گرفتیم چطور گذشته یه API رو با دقت کامل ضبط و بازپخش کنیم. ولی قدم بعدی چیه؟ اگه ما بتونیم گذشته رو به طور کامل بازسازی کنیم، برای پیشبینی کردن آیندهش به چی نیاز داریم؟ این سوالیه که شاید مسیر آینده تست نرم افزار رو مشخص کنه. ممنون که با من همراه بودین.